ҳунарманди мардумии Тоҷикистон Сурайё Қосимова. جوانی هم بهاره بود و بگذشت با ما یک اعتباره بود و بگذشت جوانی هم بهاره بود و بگذشت با ما یک اعتباره بود و بگذشت میان ما و تو یک الفت بود که این هم نو بهاره بود و بگذشت میان ما و تو یک الفت بود که این هم نو بهاره بود و بگذشت بهار سبززاران جوانی نمی آید دیگر در زندگانی بهار سبززاران جوانی نمی آید دیگر در زندگانی شدم اویم سفید از وصل دوری به سراغی تو ارمانی جوانی شدم اویم سفید از وصل دوری به سراغی تو ارمانی جوانی کفم روزها می رفت افسوس بهار زندگانی رفت افسوس زی کفم روزها می رفت افسوس بهار زندگانی رفت افسوس نگفتم راز دل یک دم به پیشت زی پیشم یاری جانی رفت افسوس نگفتم راز دل یک دم به پیشت زی پیشم یاری جانی رفت افسوس بهار از تو بهار از تو بهار هست دل من داغدار هست داغدار هست بهار از تو بهار از تو بهار هست دل من داغدار هست داغدار هست زی گل و باغ دوران جوانی برایم یک خزانه یادگار است زی گل و باغ دوران جوانی برایم یک خزانه یادگار است جوانی هم بهاره بود و بگذشت به ما یک اعتباره بود و بگذشت جوانی هم بهاره بود و بگذشت به ما یک اعتباره بود و بگذشت میان ما و تو یک الفت بود که این هم نو بهاره بود و بگذشت میان ما و تو یک الفت بود که این هم نو بهاره بود و بگذشت سلامت باشد تشکر سلامت باشد قرصک‌های شما عزیزان برای سریا قاسیمова برای سپاریدن جایزه سرودی سال 2016 به صحنه هنرمندی خلقی جمهوری تاجیکستان عبیدالله رجبов را دعوت می‌نماییم. مرحمت بفرمایید.
سریا بانو با جوانیت خیر خوش نکن. جوانی اکنون رسیده. این تالار همه جوانایی هستند که عاشق شما هستند. یک تایمنا منم. سالای 70 بود، 75 بود. در آسمان تاجیکستان یک ستاره پیدا شد. سریا بانو که خودشان در حقیقت ستاره هستند. محیط ما باید دیگر شد. وقتی که سریا پیدا شد جامعه تغییر یافت. مثل که اکا شریف جورایف پیدا شد، مثل که جورابک مرادوف پیدا شد، مثل که آدینه هاشیم پیدا شد و سریا پیدا شد. چقدر درهای شکسته، چقدر کرسی های شکسته، چقدر مردم ناامید در پس در ماندند و تا امروز انتظار بالای صحنه آمدن شما هم. مبارک باشد. سلامت باشد استادی عزیز. تشکر زیاد استادی عزیز. آرزوی ما هم صنعتکاران همین است که مثل شما همیشه در جاده صحنه باشیم، صنعت را دوست بداریم، مثل شما یک شخص معتبری صنعتی تاجیک باشیم. و همه شما تشکر از دیداری همه شما. خیلی شاد هستم. سلامت باشیم.